سلام دوستان. بچه‌ها من توی یک شهر کوچک ولی توی بزرگترین استان کشورمون زندگی میکنم. یه شهر کوچولو مچلوی به نام کشکولیه، یعنی دامنه کو، یعنی کش کو، کش یعنی دامنه. این شهر خیلی شهر دوست داشتنی، کوچک و خیلی هم نسبت به کوچک شخصیت‌های بزرگی هستش بلند شدن. حالا من از خونه اومدم، نزدیک خونه ما یه دونه قبرستانه. قبرستان مال چندین سال پیشه. حساب کن الان هنوز قبر تو این هسته که سال 55 سال 55 بنده خدا فوت کرده تو این قبرستانی، خاکش کردن. بله هنوز قبل از اونم پس چی هستش که تو این شهر، تو این قبرستانی کهنه خاک رفتن. خیلی قبرهای زیادی است اینجا. و شما، من میخوام که این فیلم رو بذارم برای شما که برین سرچ کنیم ببینیم شهر کشکویه چی داره، چه شخصیت هایی داره. همسر خانم آقای عاشق علی اکبر مرش هاشمی بچه همجا هستن. آقای دکتر حسینی وزیر ارشاد اینجا هستن، بچه اینجا هستن، بزرگ شده اینجا هستن. آقای شهید حاج شیخ عباس شیرازی که فرمانده تبلیغات جبهه و جنگ بود تو زمان جنگ، شهید شیرازی بچه اینجا بود و برادرش هم الان جناب آقای سردار شیرازی مثل که رئیس دفتر مقام اعظم رهبری هست، اونم بچه اینجا بوده. بله خیلی آدمای وارسته و برجسته و بزرگی تو این شهر ما بلند شده. هنوزم که چی؟ هنوزم که بشه. برای همین من خواستم این شهرمون رو بهتون نشون بدم. این که قبرستان کهنه شهرمون بود، قبرستان سال 50 به بعد بود. یه قبرستان دیگه هم داره این شهر، اون جای دیگه یه که مزار همه شهیدان اونجا به صورت یک بارگاه درست کردم، خیلی قشنگ، خیلی عرفانی، معنوی، که مردم میرن اونجا برای شهیدان فاتحه میکنن. در حدود بکنم 40 تا شهیدم این شهر کوچک داره. شهید بزرگ سردار شهید محمد جعفری که از یکی از یاران صدیق حاج قاسم بوده و فرمانده گردان 412، ایشون هم بچه همینجا بودن، بچه همین کشکویه بودن. دوستان این شهر ما از رفسنجان 40 کیلومتر به طرف یزد که حرکت کنی بیای شهر ما رو میبینی. البته یه 3-4 کیلومتر از جاده اصلی پایین تره. محصول به قول معروف کار همه مردم اینجا کشاورزیه. کشاورزی هم اینجا فقط تک محصوله و همه پسته کارن، همه پسته دارن که باغات زیادی تو این منطقه هستی که این باغات به قول معروف با دسترنج بدبختی این مردم اینجا درست شده و حالا هم یک شب دارن، یک سال ندارن، یک روز دارن، 2 روز ندارن. خیلی مردم بعد بیچاره‌ها به خاطر این وضعیت کشاورزی تو مضیقه هم. بچه حالا من بقیه ویدیو رو میذارم برای قسمت دیگه. روز که شد عکسای قشنگی میگیرم. آثار باستانی داره اینجا، کاروانسرای شاه عباسی داره که تو مسیر راه ابریشم بوده که حتی مارکوپولو اینجا از اون یاد کرده، از اون شاه توی کتابی
که اون برات منبع و مخزشو میگم. حتی مارکو پولو گفته آمدیم توی یک دوستای بسیار کوچک به نام کشکویه، یک نفر در اون کاروانسرا به نام زین العابدین به ما کمک کرده، اسباب و حیواناتمون غذا داده، آب داده. اینجا هم استراحت کردیم. بعد از فکر کنم یک دو روز دوباره حرکت کردیم به طرف مسیر جاده ابریشم. دوستان عزیز خوب و خوش و سرحال باشیم تا پارت دوم این